تا حالا شده توی جمعی بری یا توی مراسمی باشی ببینی اون آدمی که کمتر صحبت میکنه یا کسی که کمتر حرف میزنه جذابتر باشه یا بیشتر مورد توجه قرار بگیره و اصلا با خودت فکر کنی خب رازش چیه یا چه دلیلی داری که این آدم با اینکه کمتر حرف میزنه یا خیلی کمتر توی بحثا شرکت میکنه جذابتر باشه و بیشتر به چش بقیه بیاد یا اصلا شاید دوست داشته باشه خودت شبیه اون کنی. امروز قراره تو این ویدیو بررسی کنیم که چرا افرادی که ساکت ترن جذابتر و ملموستر به نظر میاد. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. سلام، من آقای محمد گودرزی هستم و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امروز قراره بررسی کنیم که چرا افرادی که تنها ترن و ساکت ترن اصطلاحاً بهتر و جذابتر به نظر میرسن. این چند تا دلیل مهم داره که امروز بررسیش میکنیم. اولین دلیل اثر حاله‌ایه. اثر حاله‌ای چیه؟ توی اثر حاله‌ای میگه که ناخودآگاه افرادی که ساکت ترن و مرموزتر به نظر میان باهوشتر و جذابتر به نظر میرسن. این توی ناخودآگاه آدما میتونه تاثیر بذاره و میتونه باعث بشه که ما یه جاهایی حس کنیم که خب اون افراد جذابترن. خب طبیعی هم هست گاهی اوقات همین حس که ما نمیتونیم به درون اون فرد یا طرز تفکرات اون فرد نفوذ پیدا کنیم یا بفهمیم چی تو سرش میگذره باعث میشه که خود ما هم جذب اون آدما بشیم یا شاید خود شما هم اینجوری باشید. توی جمع کم حرفتر باشید، بیشتر گوش میدید و این خیلی میتونه کمکتون کنه که توی جمع جذابتر به نظر برسید. البته این جدای از اینه که شما بخواید از روی عمد حتی جواب سلام دیگران رو ندید، خودتون رو اصطلاحاً بگیرید یا یه غرور خاصی داشته باشید. نه، این یه شرایط دیگه است و قراره یه اصول دیگر رو بیان کنه. اینجوری نیستش که شما حس کنید با ساکت بودن، گوشه‌گیر بودن میتونید جذابتر باشید. نه، این یه قانون دیگه است. پس اولین ویژگیش میشه اثر حالی. دومین ویژگی که خیلی تاثیر داره اینه که اونا ارزش خودشون رو حفظ میکنن یا اصطلاحاً ارزش شخصی خودشون رو حفظ میکنن. چجوری؟ ببینید خیلی وسایل، حتی دور و بر خودتون نگاه کنید، خیلی از چیزایی که کمتر در دسترس شما هستن طبیعتاً با ارزش ترن. مثلا شما به آسونی نمیتونید طلا بخرید یا به آسونی نمیتونید یه الماس رو داشته باشید. چرا؟ چون در دسترس نیست و راحت به دست نمیاد. خب طبیعتاً باعث میشه که تو خیلی بیشتر تلاش کنی. خب این توی آدمای مختلف هم همینطوریه. زمانی که شما یه آدمی هستی که ساکتی و مرموز به نظر میرسی، اصطلاحاً این تاثیر رو میذاره که شما با توجه به شرایط و ویژگی‌های رفتاریتون یک آدمی هستید که کمتر در دسترسه و این باعث میشه که شما جذابتر به نظر برسید. گاهی اوقات روی اطرافیانتون به شدت میتونه این اتفاق یا این پدیده تاثیرگذار باشه. پس دومین ویژگی اینه که شما با توجه به حفظ ارزش شخصیتون کمتر در دسترسی. خب خیلی از افرادی هم که ساکتن هم همینجوری به نظر میاد. اگر دقت کنید به اطرافمون ممکن توی زندگی روزمره خیلیامون هم این بوده باشه و تجربهش رو داشته باشید. سومین ویژگی که خیلی مهمه اینه که اون افرادی که ساکت ترن بیشتر تمرکزشون روی خودشون درگیر بحثای معمولی یا عادی که تو طی روز ممکنه بارها نظرهای مختلفی راجبش باشه نمیکنن. این باعث میشه که تمرکزشون رو بذارن رو خودشون و خودشون رو بالا بکشن، رشد فردی خوبی داشته باشن، یادگیری خوبی داشته باشن و تمرکز بالایی داشته باشن. خب همه اینا کنار هم که جمع بشه توی زندگی، توی روابطتون و توی کارتون میتونه کمک کنه شما آدم موفق تری باشید. گاهی اوقات ما به جای اینکه بخوایم تمرکز کنیم رو خودمون وارد یه بحثایی میشیم که شاید خیلی پیش و پا افتاده است. شاید توی افراد مختلفی که دور و بر ما هستن خیلی راجع به اون بحث نظر میدن. قطعا دور و بر خود شما این قضیه پیش اومده و وجود داره. پس این سومین ویژگی خیلی میتونه کمک کننده باشه. چهارمین ویژگی که وجود داره اونا افرادی خودکفان. آدمای خودکفا که حالا اصطلاحاً ساکتن یا مرموز به نظر میرسن. چرا میگیم اصطلاح خودکفان؟ چون با توجه به ویژگی‌های خودشون تمرکزشون روی دارایی و توانایی خودشونه. یعنی مثلا وارد بحثی نمیشن که بخوان نظر دیگران رو حتما با خودشون همسو کنن.
خب این باعث میشه که وابسته باشن به تایید دیگران. وابستگی به تایید دیگران توی کلیپ‌های بعدی هم راجع به صحبت می‌کنیم. باعث یکی از نشونه‌های مهم عزت نفس پایینه که باعث میشه شما توی کارتون هم نتونی موفق باشی. خب این که خودکفن یعنی این که نیاز ندارم به تایید کسی و نیاز ندارم به این که حتما دیگران بخواد تاییدشون کنه. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو اومدی. اگر تا اینجا ویدیو ما رو دیدی و دوستمون داشتی حتما لایک کن، ساب کن و برای دوستات هم ارسال کن. بریم سراغ ادامه ویدیو. اگر بخوایم اینو بررسی کنیم که آیا تنهایی یا ساکت بودن اصطلاحاً میتونه به ما کمک کنه یا میتونه به ما کمک کنه واسه رشد و پیشرفتمون، گاهی اوقات توی هر بحره از زندگی هر کسی نیازه که بیاد یه بازه تمرکزش رو روی خودش بذاره و درگیر مسائل مختلف روزانه اطرافیانش نباشه یا درگیر مسائلی که توی زندگی اون هیچ نقشی ندارن نباشه. این کمک میکنه که شما بتونید تمرکزت رو خودت رو بالاتر ببری، هم دیگران جذبتون میشن چرا چون دوست دارن بدونن تو داری چیکار میکنی، هم باعث این میشه که خب تو تمرکزت رو خودته، قطعا اعتماد به نفست هم بالا میاد، قطعا میتونی بیشتر هم پیشرفت کنی، پس میتونی زندگی بهتری رو رقم بزنی. اینا یه سری نکاتی که به هم وابسته است. پس گاهی اوقات تنهایی لازمه توی زندگیمون و میتونه کمک کنه که توی زندگیمون پیشرفت‌های بیشتری داشته باشیم تا بتونیم موفقیت‌های بیشتری هم کسب کنیم. گاهی اوقات باید سکوت کنیم در خیلی جاهای زندگیمون که بتونیم نتیجه بهتری رو بگیریم. همیشه این که بخوایم جواب دیگران رو بدیم نمیتونه دلیل خوبی باشه واسه اینکه ما به موفقیت برسیم، اما میتونه دلیل بزرگی باشه واسه اینکه هم محبوبیتمون رو از دست بدیم هم شکست‌های بیشتری بخوریم. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. مرسی که ما رو دنبال میکنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، بهمون انرژی بدید و منتظر ویدیوهای بعدیمون هم باشید.